سلام دوستان گرامی. هواداران زبانهای خارجی، خوش آمدید به افیر نوبتی امروزه انگلیسی با اسلوب سوالی. قسم سیوم است. خوشبختی ما سلام و علیکم سلام. خوشبختی ما آواز چقدر است؟ آواز هست. کمتر پیشتر افیر داشتیم آواز نبود. افیر چسبیده است. لبدازی چقدر چسبیده است یا که سازه سمیت جه رسی سلام. آواز هست. احمد یاسین آواز هست. احمد یاسین بهترین سلامت باشین. سمیت جه سلام علیکم. معلم و علیکم سلام. خوش آمدین. سمیت جه آواز هست. خب بهترین آواز باشد دوام میتیم. افیری اکران نشد، تلفن منظریت نداره و هم خاطر میگذاریم در قسمت سوال ها. خب مای جواب دادن بهتر کپی کنیم. دو سوال جواب دادن. خوش باشین معلم، سلامت باشین. یعنی دو کلمه را گرفتیم، من، مرد، مای، از آن من، از من. اکنون مورنینگ، مورنینگ ر با پرگی تلفظ نمی شود، مورنینگ نمیگیم. مورنینگ، مورنینگ، مورنینگ. خب به زبان تاجیکی مورنینگ. احمد یاسین صبح. بله بهترین، تشکر زیاد. صبح یا اون کس دیگه هست؟ لکسی همینجا هستین. خب بله، خوب تا اومدن دوستان، یعنی صحبت کردن میگیریم. بله مورنینگ یعنی دوام دادن میگیریم. مورنینگ یعنی از دو هیجای عبارت هست. مورنینگ، مورنینگ میشود صبح. طرز خواندنش مورنینگ کلمه از دو هیجای عبارت هستیم و کلمه با پرگی مورنینگ. لکسی ها. خب تشکر زیاد لکسی. میبریم و الله. سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین. برادر هستین یا خواهر هستین؟ خب لکسی مورنینگ صبح. بله صبح می شود. کلمه ناین، ناین، ناین. خب بفرمایین. ناین، ناین. احمد یاسین رقم 9. بله درست. ناین رقم 9 می شود. خب ناین رقم 9. name, 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 name. احمد یاسین در اپیل گذشته، یعنی یک چند دقیقه پیش بود گفتین یک کس هست. میگم چون دیگه ما جواب دادم آواز رفت نرفت. خب چند پلاست که
دولت شامپیره کنم که مشکل است یکی بیفته نکنم چون دستگیری گفته اما میگفتیم من کانال یکی است اگر خیلی گفته نمیتونید در چی نویسین اینستاگرام که کانال یکی است مثلا یعنی پیش از اینکه دکلار میکنیم بفهمید که کانال یکی است خوب میشود یعنی نام اون آدم مهم نیست همون کانال در یوتیوب چی نام داره در همون مهم است لکسی نیم نام بله عزیز بابا نیم نام اسم بله درست بهترین نیو و فیلم با چسبی چیه بلکسی آواز چخیله چسبیده سه که سوزه نیو ناو بله نیو ناو میشود افر سوزه که خوب خانمان باشین نیو ناو اوکی 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 عزیز بگویف نیو ناو چیزی ناو خبری ناو خب نیوز شود باید اخبار میشود بله خبری ناو نیوز بلکسی اوکی خوب بله بله درسته بلکسی open 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 خب سیوی تیجه رسی اوکی خداشو خوب دونستم ولی بله بله همینجا هسته سیوی تیجه تشکر برای دستگیریتون بله اوکی خداشو خوب بهترین خب اوکی اوپن کشو بله اگر در اول جمله بیاد یعنی به معنی کشو فعل امر اوپن از اوپن کشوده کشودن آزاد بله بهترین اما به معنی کشو بکشو کشودن کشوده به چند معنا میاد اوپن خب buradayım hocam çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim خب one سمیت اینجا اگر در افیری زبان ترکی در آخرش اگر بودین معذرت میخوام که کمتر عصبانی شدیم نسبتی و برادر که یک کمتر از موضوع بیرون شد بنابراین خاطر اون کس اگر انجام نباشه معذرت میخواهیم یک کمتر خودمان اداره کردن نتونستیم خب وان رقم یک بله دستر خانه آمیجیم تشکر زیاد سمیت جه رقم یک بله رقم یک بهترین عزیز بگویف وان یک عدد تاق بله بله بهترین
احمد یاسین کجا شدین؟ همینجا هستین؟ کم کم جواب گردونین اگر همینجا باشین. وان یعنی رقم یک. پن 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 سمیت جرسی بودم معلم شما اقوان گفتی بد نگفتیم معلم. سلامت باشین. دیگه افراد دیگر رو توصیه میکنم که عصبانی نشین. انا یا اون کسانی خیلی چیکار خطاشون نخوانیم بگذاریم بریم دیگه ما با هم گپ خون عمل کردن نتونستیم. یعنی خواستیم که اهمیت نتونه که نشد مجبور شدیم که جواب بدیم. خب سوال پن بود. پن روچکه بله عزیز بگویف پن روچکه خامه چیزی برای نوشتن بله درست. جواب بهترین از جانب عزیز بگویف دسترخوان روچکه بله بهترین. pencil 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 pencil. Let's say I use pen. I'm using میشود که let's say I'm using pen میشود درستش یعنی که اگر use استفاده کنیم مثلا I use pen یعنی من قلم استفاده میکنم یعنی حاضر نبود یعنی عادتا مثلا. خب دست خود رو قلم pencil قلم میشود بله. let's say pencil قلم بله. نتیجه هر یک انسان خودش حرمت میکند معلم وای شما را عصبانی کرد بله. خب pencil گفتن که قلم بله درست. خب play 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 عزیز بابایف معذرت عزیز بابایف پنسل قلم برای نوشتن قلمی رنگه بله درست. تشکر عزیز بابایف. پنسل قلم دسترخوان بازی لکسی بازی بله. بازی. خب عزیز بابایف یکون پیشنهاد دیگه نداره که بازی چون معنی دیگه داره. خب play یعنی از یک هجو عبارت است play و کلمه با پراگی play و طرز خواندنش play معنیش بازی کردن یعنی هم به معنای اسم میآید هم به معنای فعل یعنی بازی خودش اسم است بازی کردن فعل است و بازی بکن اگر در اول جمله بیاد معنای امر را دارد بازی بکن. نقش آفریدن یعنی در سینما نقش آفریدن نیست به معنای وی هم می آید. لکسی playing بازی کردن playing. خب بله playing نیست به معنای مصدر گاه می آید. از این بابای play بازی همه نمودی بازی ها بله. سمیت چه play بازی من چیزی رو دونم می نویسم ندونم خط میکنم معلم بهتری نه بیشتر که دونین نویسیم. تشکر زیاد. گلی لاله السلام علیکم معلم. ششم لایک بخشش تلفن خودم در یادش تیار شد مادرم در خانه نبود و تلفن من در نیم درس ترکی تیار شد. هیچ گم ندارد که برادر دل شد منم راستی تلفنم ضرورتش تمام شد دیگه نشد که افیر اکرانی کنیم
و گذاشتم با افیری سوال جواب از طریق وبکام. ایدیمادی فرخزاد آفشار 20. سلام علیکم سوزین همه کسا برادر. شکری خدا سوزین تنجیم علیکم سلام خوش آمدین. دستگیری کنین کانال مرا. یک دستگیری کنین کانال مرا. خب دوستی عزیز درس زبانی انگلیسی. خب دوستان شنویدن کسی اگر لازم باشه میدونن دستگیریتون میکنن حتما. اما درس زبانی انگلیسی در اینجا. Blexi, we're learning English language. Yes. Thank you so much, Blexi. Muzika çteniye şeytana اشتون لایک. تشکر زیاد برای لایک برادر عزیز. گریلا فکر کردم که افیرتون باز جزیر خفه شدم. یعنی جزیر نشده اما ضریعت تلفن تمام شد. Blexi, I want learning English. کی Blexi بعضی کلمه های هستن که تو میگیرند از جمله همون کلمه ها کلمه want هست. هر وقت want آوردن اگر چی بیارد تو بیارد. I want to learn میاد در اینجا. learn دیگر learning نمیاد. I want to learn English. I want to learn English. learning یعنی حاضر آموخته است. اما learn میخواد که آموزه. زمانش معین نیست مثلا. خب player موندیم. player موندیم. خب queen ترجمهش چی میشه بعد؟ queen خب 5 نفر هست. اون کس بیکار هست جواب دید. queen شاهبانو بله شاهبانو میشه. شاهبانکش نفهمیدم. شاهبانو میشه یعنی ملکه شاهبانو زن پادشاه رو کوین میگیم. کوین. خب بلکسی کوین ملکه زن پادشاه شاهبانو او شاهبانک ناتوری شد. خب کوین خب کوین از دو هجای عبارت است. کوین یعنی کو این است اصلش اما وقتی خوندن کوین می شود. کوین یک وی سبک وی توجیکی و پریدهان ونه کوین. خب کلمه با پراگی کوین طرز خوندنش کوین ترجمهش ملکه شاهبانو زنی پادشاه. دسترخوان ملکه شاهبانو زنی پادشاه. بله. خب question این برادر عزیزی ما کجا شد؟ چنان داشت احمد یاسین رو فکر کنم. question سوال. بله question سوال. خب کلمه question از سه هجای عبارت است. کو اس شن یعنی tion شن خونده میشه. شن tion شن question از سه هجای عبارت است و کلمه با پرگیش question طرز خواندنش question در بین قوس
معنیش سوال، پرسش، مسئله. سه نتیجه. آفرین دلشد، بلکسی، طلبه های بهترین. ولی یکی از طلبه های بهترین که همیشه در هر درس هستن و جواب میتین حاضر جواب هستن. بلکسی با فیلم کلاویاتور دلشد خطا نویست. شاید چی رو خطا نویست؟ کو است یا اگر کوشش درسته. خب لکسی کوشن سوال بالای کی دلشد رحمت فجان دلشد بخشش که سلام ندادم هیچ گم ندادد لکسی رحمتی کنان پریسینیا در سرخون سوال بله. خب کوشن نوشتیم quickly 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 quickly. Time is gold. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Welcome, welcome, welcome. Time is gold. خوش آمدین، خوش آمدین، خوش آمدین. خب quickly 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 با تاجیکی خب تایم از گلد خنده رحمت والین سوزین همکسر شکلی خدا سوز تنج شما چی رو دارین خوبین تنجین quickly زود لکسی بله quickly زود. خب کلمه quickly از سه عبارت هست یعنی quickly و کلمه با پررنگی quickly طرز خوندنش quickly ترجمهش سریعا با سرعت با زودی یا چخیلی که بلکسی و دلشد دستر خود نوشتن زود یعنی به معنای زود نیست. time is gold میشه و رحمت. خب خدا میشه سوال باشین. خب rabbit 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 Lexi, oh, time is gold. Hello, how are you? Where are you? Where are you? Huh? Where are you? Where are you? کجا هستین؟ کجا هستین؟ Rabbit, rabbit, rabbit. شد rabbit خرگوش زرگوش بله بهترین لکسی rabbit خرگوش بله. rabbit از دو هجای عبارت است rabbit اما در زبان انگلیسی تشدید نیست خیلی در زبان ترکی از در زبان روسی هست مثلا در زبان ترکی تشدید نیست در زبان عربی مثلا در زبان انگلیسی مثلا rabbit نمیگن rabbit یعنی خرگوش پسر خون خرگوش زرگوش بله. time is gold. Hi Blake, thank you. I'm good, how are you? خب rubbish 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 rubbish. Time is gold. I'm okay. خب rubbish یعنی جواب نیست. rubbish از دو هجای عبارت است یعنی rubbish
کلمه با پراگی rubbish طرز خواندنش rubbish معنایش زباله خاکروبه لکسی rubbish اخلاط دل شد rubbish اخلاط بله اخلاط زباله خاکروبه دو با زبان روسی مثلا مصر خب red 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 خب time is gold ما red در نظر داشتیم red یعنی چیز خواندن نوشتیمش خب رد گفتگی شما رد یعنی سرخ میشه بله یعنی رد همراه رد نزدیک است رد یعنی کلمه خواندن و سرخ در زبان انگلیسی تلفظشون خیلی نزدیک است رد رنگ سرخ اخلاق دست خونهشون اخلاق تایم از گل رد خواندن بله درست بهترین رد رد از یک جای برده است رد خب خواندن بخوان و کلمه سیستر 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 تایم از گل سیستر خواهر بله تشکر زیاد بلکسی سیستر خواهر بله سیستر از دو هیجای عبارت است این کلمه و کلمه با پراگیش سیستر طرز خواندنش سیستر و ترجمهش خواهر میبریم و الله برادرها همه کلمه را دستگیری کنیم خب دست خوزی با خواهر بله سیستر خواهر خب سپتامبر 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 دل شد خواهر بله سپتامبر 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 دو سوال بعد یک سوال قین است شاید که تایم از گل جواب داده بتونن دو سوال بعد یک سوال قین است سپتامبر یعنی سپتامبر بله شخزاده خاتمه سپتامبر بله تشکر زیاد شخزاده بلکسی سپتامبر سپتامبر دل شد سپتامبر سپتامبر دسترخوان سپتامبر زبان انگلیسی سپتامبر بله تشکر زیاد برادر زبان انگلیسی کانال زبان انگلیسی یعنی این برادرم زبان انگلیسی درس می‌دهد میتونید بدونید از این کانال استفاده کنید سپتامبر از سه هیجای عبارت است سپتامبر سپتامبر و کلمه با پراگیش سپتامبر طرز خواندنش سپتامبر معنیش سپتامبر ماهی سپتامبر خب ساندی 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 Sunday Sunday یک سوال بعد یک سوال قین است شاید تایم از گل جواب داده بتونن Sunday سه شنبه نه متاسفانه سه شنبه نه شخزاده یک شنبه بله Sunday یعنی یک شنبه Sunday یک شنبه لکسی سنده یک شنبه بله دلشد معلم با خطاگی بخشش کلاویاتور تلفن دیگر است برای موقع دیگر می نویسد هیچ گم ندارد المهم نوشتن است تایم از گل دیده چی دیده نفرین دستر خون یک شنبه بله دلشد سنده یک شنبه بله
دی. خب 10 10 10 خود کردم که دیدین. 10 10 نوشتم. تایم از گل بله بهترین. 10 10 بله. اکنون سوال پیند آمدیم. خب سوال بنیاد دشوار است. کمترک دقت بتین و شاید تایم از گل جواب داده بتونم. خب مرحبا. تایم شهزاده ختم و وقت. تشکر زیاد شهزاده. بله وقت، ساعت، زمان. تایم از گل وقت. بله خب شد تایم وقت. بله زبان انگلیسی وقت. بله بلکسی تایم وقت. وقت دقیقاً اگر کلمات توجیه داشته باشه خب اشکالی نداره. وقت. بله تایم یعنی از یکی جای عبارت است و از خودش تایم کلمه با پررنگ تایم معنیش وقت، زمان، مدت، ساعت، فرصت، زمانه. خب تیچر دسترخوان وقت. بله تیچر تایم از گل گنده خواتر شدیم استاد. چی سوال باشه گفته. خب شهزاده معلم. بله معلمش تیچر. تایم از گل معلم. بله زبان انگلیسی معلم. بله بلکسی تیچر معلم. بله دلشد معلم استاد. بله سینیور تیچر معلم. بله تشکر زیاد از همتون. خب تیچر از دو هجای عبارت است. کلمه با پررنگ تیچر طرز خواندنش تیچر اما ری با پررنگ تلفظ نمی شود. تیچر معنیش آموزگار، معلم، مدرس، استاد. خب کلمه دیگر. وقت دارین دوستان زیاد نشد. یه بس کنیم یا که دوام تیم وقت شما رو نگیرین. من بگیم وقت دارم. تایمش داریم یعنی وقت داریم. خب داشته باشین. امبریلا زندگی زیبا. سلام به همه نهم لایک و علیکم السلام. خوش آمدین. تشکر زیاد برای لایک. زنده و سربلند باشین. چه دارین؟ زندگی زیباست. شهزاده خاتم‌آور. زونتیک زبان انگلیسی زونتیک. خب اگر با تاجیکی می نویسیم خوب میشد. شهزاده خاتم‌آور. چتر. بله چتر دل شد. امبریلا شمسیه. بله هم شمسیه می شود هم چتر می شود. لکسی شمسیه. بله خب اینجا شد امبریلا یعنی چتر و شمسیه. امبریلا از یک جای عبارت است. کلمه با پررنگ امبریلا طرز خواندنش امبریلا معنیش چتر و شمسیه. خب یونیون مرحمت. کلمه رو واسه نگذاریم. یونیون دل شد. رزیدنت ایول. راستی نفهمیدم شیر کی شد. رزیدنت یا اقامت میشود یا که اجازت میشه یا رخصت میشه. دقیق نمونده راستی. خب یونیون دل شد. یونیون اتفاق شاید به معنی اتفاق هم بیاید
اما زیادتر به دیگه معنا میاد. لکسی یونیون اتفاق. خب یک کم تا دیگه کوشش کنیم، یعنی به دیگه معنا زیادتر میاد. ارشاد معلم رزیدنت اول نامی یک بازی است. فهمم. خب یونیون یونیون یعنی اتحاد، اتحادیه، سازمان. اتحاد، اتحادیه، سازمان. انکل سه نتیجه رسید. معلم تشکر زیاد برای زحمت. من کمتر کار دارم. شبای خوش دوستان، سلامت باشین. سه نتیجه درسمون عادتا تا ساعت 10 بود. اگه امروز کمتر دیرتر سعی کنیم افیره با هم خودی گفتیم یک 15 دقیقه دوام بدیم. تشکر زیاد برای دستگیریتون. صحتمند سربلند باشین. به شما شب خوش. خدا نگهدار. زبان انگلیسی اتفاق، بله به معنی اتفاق میاد، اما به معنی اتحادیه، سازمان زیادتر میاد. تایمزگاه امک توا. بله انکل یعنی امک توا. زبان انگلیسی توایی. بله دسترخوان توایی. بله. خب سمیتجه سلامت باشین. بله شما نیز سلامت سربلند باشین. خب انکل نوشتیم توایی زندگی زیبا شکرانه الله. کار دولت شما خوبین؟ شکر خدا ساز دین. در مهاجرت مهنتی یا که وطن رفتین؟ زندگی زیباست. بلنسی انکل امک. بله. خب والیبال یه هم سوال قین است. شاید که هم کس جواب داده نتونه. سوال قین، معذرت برای سوال قین نوشتن. والیبال time is gold. والیبال این همه سوال قین کنه همه time is gold جواب میگه دارم. والیبال بله. خب voice والیبال یعنی والیبال. بله درسته. بهترین voice. یک کمتر تیزتر بریم تا 10 دقیقه دیگه همین حرفای چی تمام کنیم. فهمیدن از هر یک حرف 3 کلمه پیشنهاد کردیم. خب بلکسی والیبال بله. تایم از گولد. به حد فکر کردم بیافتم. خب تایم از گولد. دسترخوان خوش آمدید. کسی را خوش آمدید کردیم. یکون آدمی نو آمد. خوش آمدیش نکرده باشیم. خب خوش آمدید باید دیگر. تایم از گولد صدا. بله زبان انگلیسی تمام نتونستم شما کنم. دلشاد وایس آواز. بله آواز صدا. لکسی آواز. بله میشه. استاد ما همون لایک بیاره به همتون سلام. استاد ما همون لایک بیاره به همتون سلام. و علیکم سلام. تشکر زیاد امی عایشه. زندگی زیباست. نه همه جای خدا خواهد کم مانده است. فهما خدا همیشه تیانی باشین. خب وایس صدا آواز. خب وانیلا این هم یکی از سوال‌های دشوار هست. وانیلا این یک نمودی چی است در تورتا و فیلم اضافه میکنن. در چند زبان دیدم به همین معنا میآید. یعنی وانیلا وانیلی. ویندو
window اینم سوال بین‌نهایت دشوار است. کسی اگر تیز جواب بردونه بهترین. خب window وانیلا بهرام ترجمه شد. راستی ما دیگه ترجمهش نیافتم. وانیلین یافتم ترجمهش. تایمز گل تیرزا بله زندگی زیباست امید رحمت دلشاد ویندو تیرزا بله ویندو تیرزا وقتی که اس گیرد ویندوز شود نامی سیستمی کامپیوتری یعنی نام یک برنامه کامپیوتری که به او کامپیوتر کار نمیکرد. ویندو تیرزا پنجره. خب white لکسی ویندوز میشود که تیرزه ها گوییم اگر تیرزه ها رو در نظر داشته باشیم، اما ویندوز همچون پروگرام استفاده می شود. وایت شاهزاده سفید بله یعنی شاهزاده کلمه سفید نوشتم بله. خب دوستان معذرت در که افیر کم دراز شد. خب 4 3 6 10 سوال دیگه مون 10 سوال پس افیر ختم میکنیم یعنی درس رو انجام می‌دهیم. white یعنی white سفید رنگی سفید در سرخون ولی دلشد white سفید لکسی white سفید ولی در سرخون ترزا. خب white نوشتیم. work در سرخون وانیلین بله وانیلین. work سفید white سفید تایمز گل کار بله. work یعنی هم معنای اسم است هم معنای فعل میخونه. یعنی work هم کار میشود هم کار کردن میشود. هم معنای اسم هست هم معنای فعل. خب زایلافان در سرخون کار دلشاد کار ورک کار ولی درست زایلافان. خب این کلمه راستی کلمه از کم استفاده می شود. خب اون کسی اگر داند نویسد این رو با خاطر چی آوردیم یعنی از حرف X دیگر کلمه زیاد نیست. کلمه به نهایت کم است از این حرف و اون خاطر این کلمه رو پیدا کردیم. زایلافان دلشاد زایلافان کسلافوی شاید نمیدونم روسی خطی باشه که خلاصه من همی ترجمهش رو یافتم یعنی زایلافون یک نوع اسباب موسیقی یعنی ترجمهش در زایلافون کسیلیفون این به زبان روسی است که دلشاد یک به زبان تاجیکی. تایم از گوت روسی شب شده. کسلافوی زایلافوی شاید روسی بود رو گفتگیش با. خب X زبان انگلیسی همینجا هست. این زبان انگلیسی همین با کلمه زایلافان یکون ترجمه دیگه داره. شاید که شما با یعنی یکون ترجمه دیگه شب دانین خواهش میکنیم نویسین X لکسی زایلافان. خب X زبان انگلیسی خب نه Eggs nebo X tower lexi X tower vale دلشاد X tower lexi X tower vale lexi و دلشاد شما X یعنی A آوردین در پشتش آوردگی ما نادرسته. اگر نادرست باشه خبر ممکنه اینجا تغییر بدیم. اگر نادرست باشه
اما من همین کلمه رو یافتم. لکسی اکس تبر زبون انگلیسی. من چپن فهمیدم. بله هیچ گونه ندارد. دل شد اکس تبر. بله تبر. اگر نوشتگی ما نادرست باشه خبر ممکنه. زبون انگلیسی دل شد تجه لکسی تایم از گولد اکس 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 تبر. خب سکس سکس تبرستان. سکس 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 رقم 6 بله درست. مثلا خان 6 بله رقم 6. رقم 6 سوال دیگه مون. 6 سوالا که دیگه بعد همین کد جمع بستش میکنیم. معذرت که کمتر طولانی شد. 6 املکسی 6 رقم 6 بله. یلو یلو یلو. تایم از گولد زرد بله بهترین. الشاد یلو زرد املکسی یلو رنگ زرد بله تشکر زیاد. یلو زرد می شود. yesterday 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 yesterday. yesterday شاهزاده دیروز تایم از گولد هر روزه. yesterday دیروز می شود تایم از گولد. هر روزه every day می شود. فکرم دل شد yesterday دیروز بلکسی yesterday دیروز. سرخون زرد بله یلو زرد می شود. yesterday یعنی دیروز بله. سرخون دیروز تایم از گولد فرما سلامت باشین. year 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 year. خب برای فهموندن ر با پراگی تلفظ میکنیم year year. تایم از گولد سال بله بهترین. شاهزاده سال بله. دلشاد year سال بله بهترین. year year سال. خب زو زو بلکسی year سال بله تشکر زیاد. زو زو سه سوال دیگمون. زو تایم از گولد باغ حیوانات بله. زو باغ حیوانات. زبرا زبرا زندگی زیباست. معلم یک پوری آشکنی خوب در کار به بعد $1000 اولیگش باز زیاد میشه انشالله. خب اون کس اگر پرسید توصیه میتونیم شما. اون کس اگر پرسید اون کس اگر کار گفتسته باشه یعنی میگیم شون به شما مراجعت میکنم. خب این دوستان هم اینجا هستین یعنی پاور لازم دست میتونه که با کانال زندگی زیباست مراجعت کنین. اگر اون شناساتون اون کس اگر بخواه باشه پاور باشه اگر آشپز باشه. خب زبون انگلیسی زوپارک بله باغ حیوانات. دل شد زو باغ حیوانات بله. زبون انگلیسی خری الله بله بلکسی زو باغ حیوانات. شاهزاده زبرا. خب زبرا و زبون انگلیسی است. به زبون روسی هم بفرمون زبرا می شود. دل شد زبرا خری خط خط تایم از گولد. این همی بخشش برای اسمایلیک. فهم زبون انگلیسی با طرز دیگر گروخار بله گروخار می شود. ترجمه تاجیکیش گروخار بلکسی خری الله گروخار می شود. خری وحشی و گروخار این دو ترجمه دارد. زبرا
گورخر و خری وحشی. خب زیرو زیرو آخرین سوال زیرو 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 تایم از گول نول. با توجه که می نویسینش خوب میشد اما جواب قبول است چون که از زبان تاجیک هم بعضی وقت نول میگیم. زبان انگلیسی نول بله صفر میشه یعنی دلشاد زیرو صفر بله بلکسی زیرو صفر بله تایم از گول صفر بله زیرو زیرو صفر بله. خب دوستان گرامی در همین جا درس امروز رو به پایان میرسونیم. این درس ها یعنی با طریق سوال جواب بودن از 3 قسم عبارت است، یعنی انگلیسی با اسلوب سوالی 1 2 3 امروز سهمش بود. خب از فردا با اون کتاب خودمون برمیگردیم. امروز چیزمون تلفنمون اینترنت نداشت از درجه اینا آوازش برآمده است. از پگاه با از روی کتاب با دوام میکنیم. اگر سوال و پیشنهاد باشه، اگر توصیه ها نصیحت ها باشه مرحمت بفرمایید. اگر نباشن با اجازت دیگر نمیخوایم وقت شما را از اینجا. خب دسترخوان نول دل شد معلم زیرو اور چی میشود؟ زیرو اور زیرو اور زیرو نول میشود اور چی میشود؟ ساعت میشید و فیلم 1 hour 2 hour 0 hour یعنی 0 ساعت مثلا زبان انگلیسی سیستم لایک. خب این زبان انگلیسی هم هستن. زبان انگلیسی همین 0 hour چه ترجمه کنیم؟ 0 hour یعنی توجه ایمان میفهمم 0 0 میشه یعنی 0 hour یعنی 1 ساعت مثلا خمون 1 ساعت میگن که اون 1 hour 2 hour یعنی hour 1 ساعت میگن زبان انگلیسی لایک. خب تایم از گل رحمان استاد همدان گود نایت. سلامت باشیم با شما نیز گود نایت شب خوش تا دیداری نوبتی. زبان انگلیسی هم هستین همون گفته دلشاد که ببینین 0 hour دلشاد برادر من که معلومات دارم یعنی 0 صفر میشه hour یعنی ساعت ساعت اونای ساعت دستی یک ساعت دیوانه و ساعت اونای 1 ساعت یا 2 ساعت میشه. خب زبان انگلیسی ساعتی نول اینا ترجمه کردم که زبان انگلیسی ترجمه کردم ساعتی نول تا امروز گل ساعتی صفر بله بهترین ساعتی نول همون 12 شد نظر داشته باشن چی؟ شد معلوم الان فالن نیشن چی میشه؟ فالن نیشن فالن روسی نمیدونم نیشن ملت میشود ملت شهروندی جنسیت روسیقتی ناتسیا و فیلم میشود اما فالن نفهمیدم. خب اینا با دوستان همینجا هستن. تایم از گولد زبان انگلیسی فالن نشن ترجمه کنیم کسا فالن نشن زبان انگلیسی watch ساعت دستی میشه بله watch ساعت دستی میشه ملتی افتاده فال این فال از همون افتیدن شاید گرده فال این یک کلمه یاد گرفتیم از بلکسی ایکی تایم از گولد. تشکر زیاد that time is gold. بلکسی نشتیم بلکسی 33 شد 25 دسترخوان 21 تایم از گولد 16 شهزاده 8 زبان انگلیسی 8 سیمت نتیجه 5 یعنی بلکسی جواب ها را نوشتن یعنی چند کس چند جوابی دادن در این درس. اکنون با هاش بنویسین بعد با همین اون کس دیگه اون سوال داشته باشه یا اون کس اگر اون سوال داشته باشه نویسن
در اینجا time is gold هست، انشالله زبان انگلیسی را خوب میفهمن. زبان انگلیسی هست در اینجا، اینها هم خوب میفهمن. با کمک همدیگر جواب میگردونیم، یعنی همه کسا. زندگی زیباست بخوای من. بهار اکا ابلکسی سرو کنید، ابلکسی پرسنت گیم بخوای ما کنید. بلکسی باها موندنی هستین، اگر موندنی باشه منتظرتون بستیم. اگر بگین که فقط همین جواب رو نوشتیم، خب افیرا خیرخش کنیم بعد خط کنیم افیرا تو که وقت مردم رو نگیریم. اینجا کی دلشد نویسن که بلک آوت چی میشه، با ما خیالم که ویا بلک سی چی میشه نویسن، یعنی از بلک سی مثلا پرسیدن. خب time is gold همینجا هستین. time is gold زبان انگلیسی دلشد پرسیدن که black out black out چی میشود؟ black out راستی من نمیدونم که دلشد. black سیاه میشود، out بیرون میشود، اما هر دو در یک جایگی شاید یکون معنی دیگر بودن. دلشد خیر، خدا حافظ تا دیدار دیگر. سلامت باشین. دیدار که دیدار دلشد بخشش وای سوال تنها نو اهمیت دادن. time is gold was چی میشود؟ یک سوال کنم بخشش was ترجمه میدونم. was یعنی همون verb to be است. بخشش بیرون was verb to be است. خیلی میگیم که I am a teacher یا که I am a student، من دانشجو هستم. I was a student من دانشجو بودم، یعنی بودم یا که اگر وای رو در نظر داشته باشه یه نفره وای بود مثلا میشود. خب لکسی دیو شد باهاتون 5 اپای دستر خون 5 time is gold 5 شاهزاده 4 زبان انگلیسی 4 زندگی زیبا 4. بهترین تشکری زیاد لکسی برای زحمت که میکشین. زندگی زیباست اینطوری بها هیچ قدر نیست مالی. بله زبان انگلیسی معناش بود. بله بود میشوم. بله یعنی وای بود اگر خدا نظر داشته یعنی من بودم مثلا میشوم. زبان انگلیسی time is gold میشود بود. بله time is gold black out in بیرون تاریک راستی من نمیدونم زبان انگلیسی که نگاش کنین black out بیرون تاریک time is gold بیرون تاریک ترجمه کردن که دلشد ترجمه کردن اینجا باشین. خب اگر نباشین اینه همیشه ترجمهش کردن. خب زبان انگلیسی یکون چی گفتنی باشه در مورد بلک آوت نویسیم. اگر یکون کسی یکون چیز دیگر گفتنی نباشه با اجازت شما خیرخش میکنیم و خداحافظی میکنیم چون که وقتم خیلی به وقت شد و باز انشالله فردا دوام میدیم. لکسی تایم از گل وقتی تیلا لکسی یا تمیز مرحمت همه شبی خوش فهمو. خب تشکر زیاد از همتون. به همتون شب خوش، سلامت سربلند باشین. من نومی خدمت به انگلیسی نمیتونم نویست. زندگی زیباست همین رو بنویسیمش. اگر همین رو بنویسیمش اگر نوم دیگر در نظر داشته باشه بنویسیم.
اینو نوشتن، تایمز گل نوشتش. تایمز گل تمام از کلارتر حرف میکنم که نوشتنش. خب لکسی با شما هم شب خوش. اوکی تایمز گل لکسی beautiful life beautiful life. thank you so much لکسی. تایمز گل زندگی زیباست. خب تایمز گل رحمت، زندگی زیباست رحمت، سلامت سربلند باشین. خب در همینجا خداحافظی میکنیم و طبق هر درسمون خیلی که میگیم ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. لکسی شاید خوشکر رحمتی که آمده است. سلامت باشین. رحمت برای شما که اشتباه بکنین. خداحافظ با هم. خداحافظ. و بعد از 10 ثانیه افیده قد میکنم. زندگی زیباست. شبی خوش. مشمول شبی خوش. لکسی پناهی شما هم به خدا. سلامت باشین.